بعد از افتتاح اکادمی یوونتوس در تاجیکستان، دستپروران این اکادمی برای اولین مراتب در یک مسابقه بین المللی در شهر تاشکند ازبکستان شرکت کردند و باید بگویم که موفقیت دستپروران اکادمی خیلی خوب است، زیرا آنها از تاشکند با 2 مدال برنجی و 1 مدال نقره برگشتند و ما آمدیم به اکادمی یوونتوس. و حال حاضر می‌خواهیم که در اینجا با دیرکتوری تکنیکی اکادمی امین صبحانی یک صحبت داشته باشیم. اویدی روندی برگزاری مشق و تمرین ها در اکادمی و اصولا فعالیت مربیان و نقشه هایی که در پیش دارند، زیرا به قریبی باز دستپروران اکادمی به ایتالیا سفر بر خواهند شد و اصولا در این باره ها ما می‌خواهیم که یک صحبت هم داشته باشیم. سلام علیکم. سلامت باشین. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. شما خوبه؟ سلامت باشین. من میخواستم نخست از اون سوال کنم که خب در دو وظیفه برای شما فعالیت کردن مشکل نیست. به هر صورت سرمربی دسته یکی از دسته های لیگ عالی بودن و در اینجا یک مؤسسه بزرگ و قول نظارت کردن. خب قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدگویی میگم و خیلی خوشحالیم، خرسندیم که دوربین شما برنامه خیلی خوب فوتبال تاجیک در اینجا حضور داره و بتونه این برنامه ها فعالیت ها رو به تصویر بکشه. دوم، بله یک مقدار خب از نظر شکل کار شاید یک مقدار سخت باشه، لکن وقتی علاقمندی باشه، وقتی شغل ما همینه و به صورت حرفه‌ای کار میکنیم، با برنامه‌ریزی و پلن هایی که ما حالا هر کدوم جدا، چون در یکیش آکادمی و یکیش اصلا در یک رده دیگه است، من با برنامه‌ریزی و کار خوب به هر دو میرسم و هیچ مشکلی نیست. وظیفه شما در اکادمی یوونتوس از چی عبارت است؟ نظارت، کنترل، مصلحت چی؟ مدیر فنی باید در اکادمی یوونتوس چی بکنه؟ ببینید، بنده اینجا به عنوان تکنیکال منیجر یا مدیر فنی و یا همون سرمربی، اینجا وظیفه‌ای که ما داریم نظارت در کار مربیان و در عموم همش فنی میتونه باشه و همچنین مشاور مدیر اینجا رهبرتون که آقای روشن بختی هستن. ما به عنوان مشاور با ایشون هستیم برای پیشبرد برنامه ها و همچنین نظارت در کار مربیان. بعد از افتتاح اکادمی برای اولین مراتب دستپروران اکادمی در یک مسابقات بین المللی شرکت کردن. من میخواستم در همین باره صحبت بکنیم. خب ببین، ما اگر به معنای واقعی بخوایم اکادمی رو افتتاحیه یا اون فلسفه رو بخوایم براش تعریف کنیم، اینجا اکادمی دقیقاً زیر نظر اکادمی خود یوونتوس نگاه میشه، تمام پلن ها، تمام برنامه ها، تمام فعالیت ها. و ما اینجا فلسفه‌ای که داریم اینه که کشف استعدادهای فوتبال تاجیکستان و پرورش این هاست و بیشتر اهمیت آموزشه و نه مسابقاته. اما اشتراک در مسابقات میتونه اون ماحصل یا زحمت مربی‌ها رو میبینه. ما بار اول اشتراک میکنیم که 3 تا از تیم هامون در تورنمنت تاشکند شرکت داشتند و که برای بار اول تونستیم ما این بچه ها رو روان کنیم اونجا که یه مقام دوم داشتیم و 2 تا مقام سوم. و همچنین الان در لیگ یو 14 یو 13 یو 12 لیگ تاجیکستان هم اشتراک داریم که از هفته قبل شروع شد و خوب بود برای ما. شروع کار خوب بود. خب ببینید که در اکادمی چگونه نقشه‌بندی شده است. من تمرین هایی که در اینجا گروه های زیادی هستند و مربی های زیادی هستند، فکر میکنم که کاملا شرایط ها در اینجا فراخ هستند و همه شرایط ها میرسند، اما به هر صورت چگونه نقشه‌بندی شده است؟ کیها کی مشق میکنند؟ ببینید،
اینجا ما خوشبختانه خیلی از مربیهامون هم فوتبالیست بودن، هم دارای لیسنس‌های بالا هستن و تقریبا الان 5-6 ماهه که ما شروع به کار کردیم در اینجا. با جلساتی که با مربیان داریم، ما هفته 1 بار 2 بار جلسه با مربیان داریم و همه بر اساس اون طرح درس، اون پلن کاری ما داریم کار میکنیم و هر رده سنی پلن خودشو داره، طرح درس خودشو داره که یک مقدار آکادمی حوصله میخواد، صبر میخواد، چون این بچه ها یک وقتی میخوان که اون استعدادو دارن، مهارتو دارن، ولی خب ما باید به اینها آموزش‌های روز دنیا رو بدیم، تمرینات روز دنیا رو بدیم که این خواهش رو دارن این بچه‌ها که این کار رو دارن به درستی انجام میدن. مربی‌ها رو میگم همه با برنامه کار میکنن، با دیسیپلینی که تعریف شده و رده‌های سنی خیلی زیادی هم داریم و من فکر میکنم چند رده سنی است؟ ما تقریبا از یو 5 داریم تا یو 16 و در هر یو 16 یو 15 باز گروه های A, B و C داریم. یعنی یک چیزی هولوش ما الان 15-16 تا تیم داریم در اینجا. البته یک نوع باید در اینجا خیلی مربیان حرفه‌ای باشن، چون از خردی با بچه مناسبت میکنید، درست است؟ مثلا یک 5 ساله کودک مناسبت کردن باید همون یک مربی پهلوهای به قول روانشناسی و پسیکولوژی و دیگر هم داشته باشد، مهر و محبتی به قول پدرانه هم داشته باشد که با اون کودک مناسبت کنه، درست است؟ بله درسته. من همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما در اون جلساتی که داریم، ما حتی این به صورت آنلاین با خود باشگاه یوونتوس در ایتالیا، ما هر سه‌شنبه سحر این بچه‌ها درس میگذرونن و ما اینجا آنلاین در صنفخانه‌ای که داریم این مربی‌ها میان حضور پیدا میکنن و اون متدهای تمرینی، مشق‌های تمرینی و اینم به شما بگم اینجا نه فقط فوتبالیست داره ساخته میشه، حتی مربی داره آماده میشه که اینا واقعا علاقه‌مندن. واقعا اگر شما ببینید کارشون، تلاششون، خودشون دوست دارن اون پیشروی هم خودشون و هم اینو به تیم، به بازیکن القا کنن و من فکر میکنم با وجود این آکادمی که با این همه شرایط حتی مربی‌ها، حتی بازیکن‌ها آینده خیلی خوبی خواهند داشت. بسیار خوب. چون مشاهده میکنن همکنون در پیش چشم شما چند نسل فوتبالی تاجیک به وایه میرسد. خب چی را مشاهده میکنین؟ چی را میبینید و کی را میبینید؟ ببینید فوتبال تاجیک باید بیشتر به آکادمی ها اهمیت بده. چرا؟ چون منظور من باشگاه ها هستن. بله. باشگاه ها باید به دوبلراش به آکادمی ها اهمیت بدن. درسته ممکنه شرایط سخت باشه از نظر مالیوی اداره کردن اینها، لکن میتونن با شرایط کمتر بهترین استفاده رو ببرن. یک مقدار اون در فوتبال تاجیکستان خودم میرم نگاه میکنم، واقعا استعدادهای خیلی زیادی هست، یک مقدار شرایطشون کمتره. الان یه چیزی مثل همین آکادمی در اینجا که من اینم به شما بگم که اون نماینده یوونتوس که اینجا بودن تقریبا 2 هفته قبل اینجا واقعا تعجب کردن که این تشکیلات در اینجا هست و یک نمونه است و خیلی هم خرسند شدن از بودن اینجا. ما هم تلاش داریم که باز اینو توسعه بدیم، بزرگتر بکنیم و این پیشنهاد به باشگاه ها میدم که استعدادها هستن. بنده صبحانی الان شاید چند سال در این کشور در اینجا زندگی میکنم، کار میکنم و خیلی علاقه‌مندم که کمک بکنم به این فوتبال تاجیک و این استعدادها رو میبینم واقعا. یعنی خودم دلم روشنه که به آینده یک نسلی وارد میشه، شاید 2-3 سال دیگه نسلی وارد میشه که دست مربی‌ها بازتره برای بستن تیم هاشون
و فقط میگم یک مقدار اون آکادمی ها باید بیشتر بشه. این یکی تنها در تاجیکستان کم است. بله بله. خوب، مسلم است که شما الان در تیم حاصلات خیلی وقت طولانی نیست که در اونجا فعالیت میکنید. به هر صورت پیشنهاد نکردید به راهبریت حاصلات که حداقل به همون شرایطی که در دست دارن و امکاناتی که در اختیار دارن با همون یک اکادمی بسازن در ناحیه فرخار؟ بله، فرمایش شما کاملا صحیح. بنده قبل از اینکه مربی تیم حاصلات یا در اینجا بیام، بنده با کلوپ مرکزی ورزش ارتش چند ساله و شروع کارم در تاجیکستان با همین تیم بود و من با مدیریت رهبریت اونجا که صحبت کردم خیلی هم استقبال کردن. البته خودم نایستادم در اونجا و الا اون فعالیت. حالا من باشم نباشم اینا همچین پلنی رو دارن که چون میداناشو دارن، مربیاشو دارن و با تیم هم کلوپ مرکزی ورزش ارتش این پیشنهادات و کار انجام. فکر میکنم از امسال اونا هم این کار رو شروع میکنن و خوشبینیم به این کار و حتی الان تیم هایی که دارن اونجا، چون خودم نظارت میکردم رو اینها، تیم های خیلی خوبی هست. یک مقدار شرایط رو باید براشون فراهم کرد. ضمن اینکه تیم استراوشن صحبت ها جلساتی که ما باهاشون داشتیم، اونها هم این نیت رو دارن که مثل این آکادمی در اونجا تأسیس کنن و فکر میکنم از کشور اسپانیا باشه. یک صحبتای شده، قراردادهاشون آماده است و ما همچون دوست، رفیق و دلسوز، نه اینکه اونجا مسئولیتی باشه، چون بنده مسئولیتم اینجاست. مصلحتچی اون لطف دارن به من، دوستای ما هستن و ما هم پیشنهاد دادیم. فعلا این دوتا باشگاه اینها آماده هستن برای انجام این کار. ببینید که دسته چون یوونتوس که در عالم مشهور است، اگر راضی می شود که در تاجیکستان این گونه یک اکادمی را باز کند، فکر داریم بارسلونا و ریال هم البته خواهش داره. بله 100%، چون همین آکادمی الان دیده میشه. بله. ما الان این بچه هامون در تاشکند تورنمنت داشتیم و تورنمنت های دیگه ای دعوت شدیم در کشور ترکیه به همین نزدیکی و ما اشتراک میکنیم. به هر حال ما یکی از 65 یوونتوس دنیا در اینجا هستیم، چون 65 آکادمی داره یوونتوس. یک خصلتی که بچهای فوتبالیستای تاجیکستان دارن اینه که از قلبشون، دلشون تلاش میکنن و نه فقط چرا، چون دوست دارن پیشرفت بکنن. این استعداد ببینیم. ما حتی پلنی داریم که یه چند وقت در قشلاق ها بریم نگاه بکنیم و حتی بازیکن هایی که کم بضاعت هستن. ما اینجا برنامه داشتیم که در هر گروه یکی دو تا بازیکن خیلی خوبی که کم بضاعت باشه ما اینا گرفتیم، داریم کار میکنیم باهاشون و حتی برنامه است که در قشلاق ها بریم ببینیم اینا رو پیدا بکنیم، جستجو بکنیم. این چون بند خودم 8 سال مربی آکادمی باشگاه فولاد خوزستان بودم در ایران و با ترینرهای خارجی کروات زیاد کار کردم. اون متدها، اون برنامه ها رو ما داریم، لکن اینجا باید با فلسفه یوونتوس ما کار کنیم و با اینها در ارتباط هستیم. در همین نزدیکی ما یک سفری هم اونجا خواهیم داشت و از نزدیک ببینیم پلن کاریشون، شکل کاریشون، سیستمشون به چه شکله و اینو ما در اینجا پیاده کنیم. دستپروانان شما باید در یک چمپیونات که چمپیونات جهان اگر خطا نکنم در ایتالیا برگزار می شود، در اونجا باید شرکت کنن. بله ما الان 16 آپریل یک سفری با تیم U14 خواهیم داشت به ایتالیا به مدت 6 روز. اونجا یک تورنمنتی هست که این بچه ها هم دیده بشن و در ایول جام جهان یوونتوس های کل جهان در اونجا 65 یوونتوس با هم میان اونجا و ما 4 رده سنیمون شرکت میکنن. اینا رو اعزام میکنیم اونجا برن و از الان داریم برنامه هاشون، کاراشون انجام میدیم. اونجا هم از نام یوونتوس تاجیکستان ما دفاع بکنیم و
نماینده خیلی خوبی خواهیم بود. برای شرکت در این چمپیونات جهان یگان آمادگی مخصوص هست یا که آمادگی های همون مقرری روزمره هستند که همون ها هستند؟ نه ما خب اون آمادگی هامون رو داریم، بر حسب اون تمرینات هفتگی و ماهیانمون داریم. لکن همیشه وقتی نزدیک به تورنمنت هایی میشیم و به ما اعلام میشه، ما اندیودالی یا علاوه بر اون کار ما بچه ها رو میاریم، بازی های رفیقانه میمونیم، حتی روزهای تعطیل مثل یک شنبه ها ما بچه ها رو میاریم و بهترین ها رو که یک تیم میشن، ایزبورنی میشن، با اینا بیشتر کار میکنیم به مقصد اینکه اونجا نتایج بهتری گرفته بشه. خب در همین برنامه‌ریزی های شما قسمت های تفریحی هم هستن که بچه ها رو مثلا باز دلگرمتر کنن، تماشای نمیدونم شهر باشد، تماشای جای های تاریخی باشد؟ بله ما یک برنامه‌های یک روزه و دو روزه داریم و حتی با همراه خانواده، یعنی پدر، مادر اینا هستن با بچه ها. ما اینجا به مناسبت‌های مختلف مثل نوروزی، مثل زادروز، مثلا برای یک بازیکن ما اینجا یک جاهایی داریم میشینن بچه ها با هم دیگه و غذا با هم میخورن و یک روزشون رو به این شکل میگذرونن. و بله داریم همچین برنامه‌ای هست. من در درآمدگاه تخته رو دیدم، در اونجا تخته در اونجا رسم‌های بازیگران بهترین ماه بود. شما ردبندی میکنید بازیگران رو به هفته و ماه که بازیگران بهترین، و این وسیله شما اونها رو دلگرم میکنید؟ بله ما این بچه ها رو در هر رده سنی بهترین بازیکن اون رده سنی رو ما با مربی صحبت میکنیم و ایشون معرفی میکنن و هر ماه ما از هر رده سنی از U5 تا 7 U8 9 و به همین شکل بالا ما این رسمهاشون رو میمونیم و برنامه‌های داریم. ما حتی زادروز هر کدوم از اینا که شد و همه هستن، ما تصویر اون بازیکن رو در اون مانیتور بزرگ میمونیم و پدر مادرها در اون بالا میشینن و در اونجا جشنی گرفته میشه برای اون بازیکن و برای همه فرقی نمیکنه. فعالیت اکادمیا از ایتالیا با واسطه من همون آنلاین کنترل می شود یا که میاین گاه متخصصان یا منتظم میاین از اونجا که مثلا شما را به قول سنجش بکنن یا که کار شما را ببینن بها بدهن به قول؟ ببینید ما ارتباط مستقیمی با تورین داریم، یوونتوس، و اینها هر 2 ماه یک نماینده میاد که 22 ماه قبل یکی از مربیان اومد و هر نیم ساعت 30 مینوت تیم ها رو مشق داد، به مربیا گفت این متده و ما هر روز سحر در این صنفخانه می نشستیم، ایشون صحبت میکرد، کلاس میگذروند. علاوه بر اون ما میگم هر هفته یک روز ما با خود تورین ارتباط داریم به صورت آنلاین که در صنفخانه ما مربیا جمع میشن و ما درس میگذرونیم. بله ارتباط آنلاین داریم و اونا هم میپرسن از ما ماه به ماه برنامه مشقی که ما انجام دادیم ما باید بفرستیم برای اونا، حتی به صورت ویدیویی مشق. قناعتمندن؟ بله راضی هستن و جالب وقتی میان اینجا تاجیکستان رو میبینن، شهر دوشنبه رو میبینن، فعالیت رو میبینن و مهمان نوازی حتی مردم رو میبینن و مهمان نوازی این آکادمی، مایلن دوباره بیان اینجا. از قسمت سحر دیدیم که گروه ها کمترن، فکر میکنیم که این به تاثیر بچه ها وابستگی دارد؟ بله بچه ها چون ما موقع درس و تحصیلشون و مکتب میرن، ما در سحر فقط 2 رده سنی میاد، ولی بعد از مکتبشون یا تحصیلشون که اون ساعت 4 دیگه شروع میشه مشقا، این میدان ها به 4 قسمت تقسیم میشه و هر قسمتی یک تیم داره و 2 تا مربی داره. ساعت 4 ما داریم تا ساعت 6 و 6 تا ساعت 19:30 یا 7:30 که تیم ها بعد از ظهر بیشتر میاد. شاید چیزی رو نپرسیدم که میخواستید بگویید. ببینید اگر در عموم بخوایم صحبت بکنیم و اینکه این آکادمی آیا، چون بعضی آکادمی ها
میان مثلا 2 سال 3 سال فعالیت میکنن، بعد به یک مشکلاتی میخورن مثل اسپانسر، مثل مشکلات مالیوی، مثل جذب. لکن این صحبت من صحبت رکلمه نیست برای اینجا به هر حال یوونتوسه و خود نامش برنده. شاید سوالی که از من میشد اینه که آیا چه راهی، چه برنامه‌ای، چه هوسی، چه راهی رو ما بدیم که بچه‌ها رو بیشتر جذب بکنیم؟ اینجا چه فعالیتی هست؟ آیا بسته است؟ آیا بازه؟ آیا محدودیت داره؟ اینجا هیچ محدودیتی نداره. همیشه در اینجا برای همه استعدادهای فوتبال تاجیکستان باز است. ما استقبال میکنیم و اما آیا همه امکان دارن که همون مبلغی که طلب می شود اونو پرداخت کنند؟ گپسر این هم هست. بله درسته، ولی خب اینجا به هر حال فکرهایی هست، راههایی هست. ما چیز فعالیت کردیم 4-5 ماه، هنوز اول راه هست، ولی فکرهایی هست، مدیریت، رهبریت که استعدادها رو بیشتر جذب کنیم، کمک بشه و مشکلی از این بابت نیست. در آینده همچین برنامه ما داریم. سپاس برای یک صحبت و ما هم باوری داریم که البته دست پروران این مکتب تاجیکستان رو در اون مسابقاتی که دعوت میشوند خوب معرفی میکنن و البته ما از همین اکادمی یوونتوس زمینه اصلی و اصولی برای کشف چهره های نو برای فوتبال تاجیک خواهد شد. برای صحبتتان یک عالم سپاس با شما. یک صحبت داشتیم با امین صبحانی، مدیر تکنیکی اکادمی یوونتوس در شهر دوشنبه و در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.